طی سالهای اخیر سینمای کره جنوبی به واسطه توانایی قابل ستایش خودش توی خلق فیلم‌های ترسناک مورد تحسین بین‌المللی قرار گرفته. در میان ژانرهای ترسناک، فیلم ترسناک کره‌ای مدرسه‌ای به دلیل قدرتی که در پرداختن به ترس‌ها و نگرانی‌های مرتبط با محیط‌های آموزشی و دغدغه‌های نوجوانان داره، به محبوبیت زیادی دست پیدا کرده. فیلم‌های کره‌ای مدرسه‌ای ترسناک اغلب ترکیبی جذاب از عناصر ترسناک ماورالطبیعه، پیچیدگی‌های روانشناختی و نقدهای اجتماعی هستند و تجربه سینمایی منحصر به فرد و متفاوتی رو برای شما رقم میزنن. توی این ویدیو به بررسی 11 فیلم ترسناک کره‌ای مدرسه‌ای برتر میپردازیم که تماشاگرای بسیاری رو ترسونده و تأثیر عمیقی بر ژانر محبوب وحشت داشته. شماره 1، راهروهای نجواگر. تاریخ اکران این فیلم سال 1998 و سازنده اون پارک کی هیونگه. امتیاز سایت IMDb به این فیلم 59/10 و امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز 20/100. فیلم ترسناک کره‌ای مدرسه‌ای راهروهای نجواگر که آغازگر موج فیلم‌های ترسناک کره‌ای مدرسه‌ای بود، به عنوان یک کلاسیک ماندگار در این ژانر شناخته میشه و همچنان جایگاه خودش رو حفظ کرده. ماجراهای این فیلم توی یه دبیرستان دخترانه اتفاق میفته و حول مجموعه‌ای از مرگ‌های مرموز میگرده که دانش آموزا و معلما رو قربانی میکنه و به کام مرگ میفرسته. فیلم به موضوعاتی چون دوستی، قلدری در مدرسه و خواسته های سرکوب شده نوجوانا میپردازه و فضایی دلهره آور و وحشت آفرینو در راهروهای خوفناک و تاریک مدرسه ایجاد میکنه. فیلم راهروهای نجواگر به عنوان الگویی برای فیلم‌های کره‌ای مدرسه‌ای ترسناک آینده شناخته میشه و بدون تردید تماشای اون برای طرفدارای این ژانر ضروریه. شماره 2، پله آرزوها. تاریخ اکران این فیلم سال 2003 و سازنده اون یون جه یون هستش. امتیاز اون توی سایت IMDb 5.8 و امتیاز فیلم توی سایت راتن تومیتوز 60/100. توی فیلم ترسناک کره‌ای مدرسه‌ای پله آرزوها که به نام نجوای راهرو پله آرزوها هم شناخته میشه، گروهی از دانش آموزا برای به دست آوردن بورسیه باله توی مدرسه شبانه روزی با همدیگه رقابت میکنن. اما زمانی که اونا به یه پلکان نفرین شده برخورد میکنن، همه چی براشون تغییر میکنه، چرا که پلکان شوم برای به دست آوردن آرزوها فداکاری‌های وحشتناکی رو میطلبه و به همین سبب اوضاع برای دانش آموزای بینوا بسیار ترسناک میشه. این فیلم دلهره آور به موضوعاتی همچون حسادت، تردید و تلاش برای رسیدن به کمال میپردازه و با فضای ترسناک و پیچش‌های داستانی شگفت‌انگیزش به یکی از فیلم‌های برجسته ژانر ترسناک مدرسه‌ای کره‌ای تبدیل شده. شماره 3، داستان دو خواهر. تاریخ اکران این فیلم سال 2003 و سازنده اون کیم جی وون هستش. امتیاز این فیلم توی سایت IMDb 7.1 و امتیاز فیلم توی سایت راتن تومیتوز 86/100. هرچند فیلم داستان دو خواهر توی مدرسه اتفاق نمیفته، اما با این حال به دلیل پرداختن به موضوع نوجوانا شایسته قرارگیری توی این لیست هستش. داستان دو خواهر ماجرای هولناک زندگی دختری نوجوان رو روایت میکنه که پس از گذروندن یک دوره درمان توی بیمارستان روانی به خونه خودش پیش پدرش و نامادری و خواهرش باز میگرده. این فیلم ترسناک کره‌ای مدرسه‌ای با به هم زدن مرزهای واقعیت و ماورالطبیعه به چالش‌های یه خانواده مسئله دار و راز تاریکی که توی خونه اونا پنهانه میپردازه. به نمایش گذاشتن قاب‌های فوق‌العاده، ترس‌های روانشناختی و پیچش‌های غیرمنتظره داستانی، داستان دو خواهر رو به یکی از به یاد موندنی ترین و تأثیرگذارترین فیلم‌های ترسناک کره‌ای تبدیل کرده.
فیلم ترسناک کره‌ای دو خواهر واکنش‌های مثبت زیادی از طرف منتقدا دریافت کرد و توی جایزه فیلم پورتو به عنوان بهترین فیلم برگزیده شد. این اثر درخشان مهیج و پرتعلیق نخستین فیلم از کره جنوبی توی ژانر وحشت بود که توی سینماهای آمریکا به نمایش در اومد و همچنین به یکی از پرفروشترین اونا بدل شد. شماره 4 ناقوس مرگ. تاریخ اکران این فیلم سال 2008 و سازنده های اون چانگ و نایاتو فیونولا هستند. امتیاز این فیلم توی سایت IMDb 5.5 از 10 و امتیاز فیلم توی سایت راتن تومیتوز 41 از 100. فیلم ترسناک کره‌ای مدرسه‌ای ناقوس مرگ اثری بدیع و متفاوته که ژانر ترسناک مدرسه‌ای رو به قلمروی هیجان و تلاش برای حفظ بقا میبره. این فیلم ترسناک اسلشر محصول سال 2008 کره جنوبیه که توی تابستون به نمایش در اومد و نخستین تجربه کارگردانی چانگ که پیش از این در حوزه کارگردانی موزیک ویدیو فعال بود. اون همچنین یکی از نویسندگان فیلمنامه هم هستش. لی بوم سو با حضور توی فیلم ناقوس مرگ اولین تجربه خودشو توی ژانر ترسناک داشت. این فیلم همچنین نخستین تجربه بازیگری خواننده کیپاپ نام گیوری بود. به دلیل استقبال مخاطبا توی سال 2010 دنباله این فیلم تحت عنوان ناقوس مرگ 2 منتشر شد. این فیلم به کارگردانی یو سون دونگ ساخته شد و داستان اون ارتباطی با فیلم قبلی نداره. داستان ناقوس مرگ توی یه دبیرستان معتبر اتفاق میفته و سرنوشت گروهی از دانش آموزای برتر رو دنبال میکنه که به طرز عجیبی توی دام میفتن و مجبور میشن تا معماهای پیچیده‌ای رو حل کنن در حالی که جونشون در معرض خطر مرگ قرار داره. این فیلم با ترکیب عناصر وهم‌آلود روانشناختی، رمز و رازهای داستانی و صحنه‌های اکشن هیجان انگیز داستانی پرتنش و جذاب و خلق میکنه که تماشاگرها رو تا لحظه آخر روی صندلیشون میخکوب میکنه. این فیلم و دنباله اون به موفقیتی بسیار بزرگ دست پیدا کردن و تماشاگرای بسیاری رو به سالن‌های سینما کشوندن. یکی از عوامل این فیلم گفته که موفقیت ناقوس مرگ 4 برابر بیشتر از اونچه که انتظار داشتیم بوده. شماره 5 ساکت شده. تاریخ اکران این فیلم سال 2011 و سازنده اون هوانگ دونگ هیوکه. امتیاز این فیلم توی سایت IMDb 8.1 از 10 و امتیاز این فیلم توی سایت راتن تومیتوز 100 از 100. فیلم ترسناک کره‌ای مدرسه‌ای ساکت شده محصول سال 2011 کره جنوبیه که بر اساس رمان بوته آزمایش به نویسندگی گونگ جیانگ ساخته شده. گونگیو و جونگیومی نقشای اصلی این فیلم هستند. رمان اصلی و فیلم هر دو مبتنی بر وقایعی هستند که توی مدرسه ناشنوایان گوانگژو این هوا اتفاق افتاد، جایی که دانش آموزای نوجوان ناشنوا توسط اعضای هیئت علمی به صورت مکرر مورد آزار جنسی قرار می گرفتن. داستان ساکت شده که توی دهه 1930 و دوران استعمار کره توسط ژاپن میگذره توی یه مدرسه شبانه روزی دخترانه مرموز اتفاق میفته که توی اون دانش آموزا با حوادث عجیبی روبرو میشن و به طرز وحشتناکی با سلسله ای از ناپدید شده های مرموز مواجه میشن. این فیلم جذاب توی پس‌زمینه ای از بحران‌ها و آشفتگی‌های تاریخی به موضوعات مبهمی همچون مسئله هویت، احساسات سرکوب شده و پیامدهای اون میپردازه. ساکت شده با بازی گونگیو، ستاره مشهور و هنرپیشه توانای کره‌ای، بیننده‌های زیادی رو به خودش جلب کرد و تحت تأثیر قرارشون داد. این فیلم با رازهای تاریک، فضاهای ترسناک و تصاویر چشم نواز ترکیبی منحصر به فرد از ویژگی‌های یک درام تاریخی با عناصر ژانر وحشت رو به نمایش میذاره. این فیلم ترسناک کره‌ای مدرسه‌ای باعث رقم خوردن تأثیرات اجتماعی بسیاری شد و اگرچه قانون و دادگاه کیفری برای معلمای خطاکار کمترین مجازات رو در نظر گرفت، اما با انتشار این فیلم در سپتامبر 2011 خشم عمومی
به طور وسیعی برانگیخته شد و این واکنش‌های مردمی در نهایت منجر به آغاز مجدد تحقیقات جدی پیرامون این حوادث تلخ و ناراحت کننده شد. ساکت شده رو بیش از 4 میلیون نفر تماشا کردن و تقاضای اونا برای اصلاح قانونگذاری سرانجام به مجلس شورای ملی کره جنوبی رسید. جایی که لایحه اصلاح شده به نام لایحه دوگانی در اواخر اکتبر 2011 تصویب شد تا اساسنامه محدودیت پیگیری در مورد جنایت جنسی علیه خردسالان و معلولین رو لغو کنه.